سلام به تمام دوستان عزیز، من حسین آریا هستم و کانال آریا مجید به کانال خودتون خوش اومدید. تو این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم چطور بازی‌های ایکس باکس وان، سری اس و سری ایکس رو روی کامپیوتر خودتون اجرا کنید. اگه علاقه دارید به این دست ویدیوها حتما از ما حمایت کنید، لایک و سابسکرایب یادتون نره. بی وقفه بریم سراغ آموزش. Out here, you make your own luck. Right here, right now. Where you start is not where you end up. What you find is not what you expect. Right here, right now. And who you'll become, it's up to you. That's your cue, mate. Let's rock. Right here, right now. The whole world is changing. Come on, no matter where the journey goes, you'll love what you discover. And it's only just begun. برای اینکه به راحتی بتونید بازی‌های ایکس باکس رو روی کامپیوترتون اجرا کنید، فقط به یه نرم افزار نیاز دارید، نرم افزار ایکس باکس. وقتی نصبش میکنید میتونید از قسمت فروشگاه مایکروسافت هم دانلودش کنید. تو خیلی از کامپیوترها مثل ویندوز 11 و ویندوز 10 به صورت خودکار وجود داره، فقط باید آپدیت بشه. وقتی وارد نرم افزار میشید، لیست تمام بازی‌هایی که روی ایکس باکس وجود داره و یا بازی‌هایی که غیر ایکس باکسی هستن و میتونید دانلودشون کنید وجود داره. هر بازی که بخواید داخل این فروشگاه هستش و باید دانلود کنید یا خریداری کنید. یک سری بازی هم به صورت رایگان وجود داره که به راحتی میتونید ازشون استفاده کنید. حتی میتونید گیم پس روی این نرم افزار بزنید. برای که بتونید یک اکانت بسازین یا وارد کنید، خیلی راحت روی گوشه سمت چپ میزنید. الان من چون از قبل اکانت زدم به این شکل نیستش. بار اول به این شکل روش که میزنید انتها و براتون وصل میشه به سرویس مایکروسافت که بتونید اکانتتون رو وارد کنید. از قبل چون من یه اکانت رو وارد کردم، اگه روش بزنم وارد میشه. برای وارد کردن اکانت هم شما مثل اکانت ایکس باکس اول اکانت رو میزنید، بعد ارور میده و رمز رو وارد میکنید. اگر بخوایم از حالت اول شروع کنیم، روی گزینه مایکروسافت اکانت که بزنیم تاییدش میکنیم و بس میشه به قسمت ساخت اکانت مایکروسافت. تو قسمت اکانتش میتونید فیلتر شکن هم خاموش کنید، چون یه خورده الان فیلتر شکن به مشکل خوردن. میتونید فیلتر شکن رو خاموش کنید تا سریعتر انجام بشه. این قسمتشون حالت فیلتر نیست، میتونید از فیلتر شکن استفاده کنید. برای اینکه ساخت یه اکانت جدید بسازید، روی کریت وان میزنیم، شروع میکنه دوباره به لود کردن و اینجا میگه یک ایمیل وارد کنید. میتونید یه ایمیل جدید بسازین. مثلا من یه ایمیل جدید میسازم. پسوند خود جیمیل های ایکس باکس اوتلاکه، روی همین اولی بذارید بمونه بهتره. نکست رو که میزنیم اینجا از ما میخواد یک پسورد وارد کنیم. پسورد رو میزنیم، یک اسم میگه انتخاب کن. ریجن همون ایران میزنیم. تاریخ ما میریم مرحله بعد.
اینجا میتونید یک عکس برای پروفایلتون انتخاب کنید. شما میذاریم روی اینجا هم یک اسم برای قسمت آنلاین. موقعی که اسمتون وجود داشته باشه، از اون اسم دیگه داخل سرویس وجود داشته باشه، این ارور رو بهتون میده، ضرب در میزنه. یک بار دیگه تست میکنیم. اینجا که اسم درست انتخاب کنیم، اجازه رفتن به مرحله بعد رو ما میده. Let's go رو میزنیم تا وصل بشه به سرویس Xbox. تو این قسمت اعلانهایی که بیاد تو بهتون نشون میده. عکس پروفایلتون به این قسمت اضافه شد. حالا تو این حالت فیلتر شکن رو باید وصل کنید. فیلتر شکن که وصل شد، میتونید یک بار نرم افزار رو ببرین، مجدد روش کلیک کنید تا شروع به اجرا شدن کنه. همونطور که میبینید الان تمام بازی ها رو بالا آورد. حتی روی قسمت گیم پس که بزنید هم میتونید اینجا گیم پس بخرین، گیم پس مخصوص پی سی یا گیم پس اولتیمیت. همینجا توضیح داده که گیم پس اولتیمیت هم به پی سی میخوره، هم به کنسول میخوره، هم به موبایل. نرم افزار ایکس باکس روی موبایل به راحتی میتونید ازش استفاده کنید. میتونید گیم پس خریداری کنید، روش بزنید و از بازی های ایکس باکس روی کامپیوترتون لذت ببرید. رو تاکید میکنم که سیستمتون باید یک سیستم قابل قبولی باشه تا بتونه بازی ها رو اجرا کنه. فرقی هم نمیکنه چه نسل 8 باشه چه نسل 9، میتونید هر دو نسل رو روی پی سی تون انجام بدین. برای دانلود کردن بازی هم داخل نرم افزار خیلی راحت میتونید برین. حالا رو هر بازی که میخواین، اگه خریداری کردین میتونید برید روش، یا اگه میخواین نسخه رایگان خریداری کنید کافیه فری رو سرچ کنید. یک سری بازی ها رو به صورت رایگان داره داخل نرم افزار. سرچ که میکنید این لیست رو براتون بالا میاره. رو هر کدوم از بازی رایگان که بخواین بزنید، مثلا من رو این بزنم، براتون به این صورت بالا میاره. تو این قسمت get free رو میزنیم، ساب میکنیم تا این ارور رو به ما بده. get که بزنیم به لیست اضافه میشه. الان دقت کنید این قسمت این استال رو برای ما ثبت کرد. گتی تو میزنیم، اینجا به ما میگه کجا میخوای نصب بشه. میتونیم مثلا بگیم تو درایو دی باشه، اف باشه، یا هر درایو دیگه ای که میخوایم انتخابش که کنیم. مثلا من میزنم درایو دی، یک فایل بسازیم، سلکت فایل. وقتی این استال که من بزنم شروع میکنه به دانلود کردن. به این راحتی میتونید بازیاتون رو دانلود کنید. اگر هم بعد از ساخت اکانت خواستین عکس پروفایلتون رو تغییر بدین، به راحتی میتونید برید روی پروفایلتون بزنید، ویو پروفایل رو بزنید، روی قسمت روی عکس بزنید و هر عکسی که میخواین مجدد انتخاب کنید و عکس پروفایل رو تغییر بدین. الان من میرم مثلا لایت آفی انتخاب میکنم و می سیو رو میزنم و برای من در جا تغییرش میده. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما از ما حمایت کنید. خیلی دوستتون دارم، مخلصم.